که من تاجیکستان بلیط خریداری کرده نمیتواند. در حالتی که شخصان نابالغ سفر دارند حتما از پدر و مادر آنها روزگی طلب کرده می شود که در اداره های نتریالی به قید گرفته شده مهر حجتگذاری کرده شده. اون گپی که 40,000 گویو که از این زیادتر نابالغان طریق راه آهن به روسیه سفر کرده باشند مطلقا نادرست است و این خطا است. جوگیا همه جوگی هم پاسپورت دارند. یگان سرحدی که ما در دوام سفر ما 9 مراتبه از نظارت سرحدی و گمرکی میگذرد پاییزدای ما. در اونجا یگان کس به بلیط و به پاسپورت نمیمونن گذاشتن. یه حرف که خطا باشد گردونده عقیب روان میکنند.